سلام دوستان، من قول داده بودم راز اون یکی دوتا ویدیویی که قبلا گذاشته بودم از پارسال تا امروز براتون بگم. امروز وقتشه. من میخواستم بگم که برای دیرانزالی دیگه احتیاج نیست قرص و دارو و هزینه‌های فراوون انجام بدید. من خودم 1.5 سال از اولین ویدیوم این کار رو انجام دادم، تست کردم. تا مطمئنم نشدم هیچ جوابی هم ندادم، هیچی مثلا در موردش با کسی حرف نزدم، مخصوصا برای مردای ایرانی واقعا شاید مفید باشه. الان شاید بخندید یا جور دیگه مثلا فکر کنید، ولی واقعیته، روی من واقعا تاثیر گذاشته. شما اگر میخواید واقعا بتونید انزالتون رو دیرتر به انزال برسید،